جلالت مآب دکتر عبدالله رئیس اجرایه، معاون صاحب محترم ریاست جمهوری، استاد سیاف گرامی ما، معزز جهاد ما، معزز بزرگوار ما محقق صاحب، فرزند عزیز رهبر جهاد ما، شهید صلح ما صلاح الدین خان ربانی، برادر عامر شهید ما، استاذتا، والی صاحب محترم ما، مجاهدین کرام، عزیزای وطن، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من میدانم درست است خوب دفاع بکن. آفرین. بزرگای عزیز، برادرای عزیز، او زنده باشی آرام باشی، قرار بشید افغانستان آزادی بیان است. بیغم که پایتو بزن، زنده باشی آرام باشی آباد باشی، زنده باشی. بسیار مرگ گفتن امریکایی ها، هر روز مرگ میگن، هر روز امریکایی مرگ میگه، هر روز امریکا پشت به تبلیغات مرگ برکرزه میکنه، هر روز. او برادر شما دیروز در یک محفل بزرگ دکتر صاحب عبدالله استاد گرامی ما، بزرگای وطن ما شیشته بودیم و خیر مقدم گفتیم به صلح بین دولت افغانستان و حزب اسلامی افغانستان. انجینر صاحب حکمتیار صحبت کردند. باید دارین که چند وقت پیش اینمی حزب اسلامی را و انجینر صاحب حکمتیار را اگر برادر خطاب بکردم هم شما سرم خار میشدین. یادتان هست فردا روزی میایدی خواه که شما با تحریک طالبان میشینین به مذاکره، آینده نگر باشین و کشور به صلح ببرین. کشور ما مورد تاخت تاز شدید مداخلات خارجی و تفرقه افغانی است. میبینیم نتیجه شد در اینجا. لحاظا بسیار به هوشیاری عمل کنیم، بسیار به هوشیاری عمل کنیم. پریروز در نان چاشت شاید او از بزرگان اینجا شده باشند، تورن صاحب نیک محمد یک داستان برم گفت از جنگ‌های اخیر هلمند که قسمت زیادش متاسفانه طالبان امروز گرفته، فقط لشکرگاه مانده، باقیش به دست طالب است. مجاهدین بزرگ و خطه اینجا پیشروی ما ششتن که پدر، کاکا، خانواده، قوم، مجاهدین به صدها شهید دادن. ملا صاحب شیر محمد اخوندزاده تشریف دارن، همه گی میشناسینش، از خاندان بزرگ جهاد است. در ولسوالی ناوه یک هفته پیش با گفته یکی از سناتورهای هلمند 16 جنازه دفن شد. در ولسوالی ناوه هلمند 16 جنازه دفن شد. از این 16 جنازه از یک ولسوالی، از یک دی و یک محل 7 پلیس ما بود، 9 به نام طالب دفن شد. 7 پلیس ما بود، 9 به نام طالب دفن شد. یک ماه یک ماه پیش در فیسبوک ها دیده باشین، حالا کل ما فیسبوکی شده ایم، میبینیم، همگی میبینیم. مجاهدان فیسبوک میبینه، غیر مجاهدان فیسبوک میبینه، همه ما میبینیم. شما دیدین اونجا که در پکتیکا بود یا پکتیا بود، یک ریش سفید پیش 2 قبر ششته، یک ریش سفید پیش 2 قبر ششته، اردوش نواسش است. یکیش به نام طالب دفن است، دیگهش به نام اردوی ملی دفن است. یکیش به نام طالب دفن است، دیگهش به نام اردوی ملی دفن است. حالتی بر ما آمده
حالتی بر ما آمده بر کشور ما که ما یک تعداد به نام طالب، ما که در کابل هستیم و جزء دولت هستیم، ما را نوکر امریکا کافر میدانه و قابل قتل میدانه. اما تو راست یا نه؟ اما تو راست. دیگه طرف ما گوش بگین، دیگه طرف ما اونها را نوکر پاکستان، زیر ترقی، زیر صلح میدانیم و این ترتیب بین خود بفتیدیم و داریم همدیگر را میکشیم. کشور ما به صلح نیاز داره، نه به نفرت افغانی. همه ما از این خاک هستیم. یادتان است بزرگای عزیز وطن، خصوصا بزرگای مجاهدین یادآوری میکنم. 3 سال پیش، 4 سال پیش، 4.5 سال پیش در کنر توسط امریکایی ها بمباری شد و در او بمباری به نام طالب یک خانواده سر تا پای از بین رفت. 14 نفر کشته شد، پدر، مادر، دختر، برادر، کاکا، همش. یک دخترک 4 ساله زنده ماند که ما اسپانتا صاحب و برادرها به دیدنش به شفاخانه فرانسوی ها رفتیم. به دیدن او دختر 4 ساله کنری به شفاخانه فرانسوی ها رفتیم. او دختر در رویش پنبه ماندگی بود. دکتر گفتم پنبه را چرا پس نمی کنی؟ گفت نکو پنبه را پس. گفتم چرا؟ گفت نکو پس. پنبه را که پس کردم روی دختر نبود. روی دختر ای خاک. او دختر نه پاکستانی بود، نه ایرانی بود، نه چینایی بود، نه هندی بود. اگر شما کنر جز افغانستان میدانید، اگر شما کنر جز افغانستان نمیدانید، او دختر خارجی بود. اگر شما کنر جز افغانستان میدانید و هلمند جز افغانستان میدانید و اون مردم از این خاک میدانید، در رقم اونام باشین. او دختر 4 ساله امروز در امریکاست. ما امریکا روانش کردم برای تعلیم و صحت. چشمش کور ماند. لحاظا وطندارای عزیز، هموطنان عزیز، در کشور ما دست خارجی به شدت داره نفرت می افکنه در بین مردم ما. و ما آرزوی میست که اونمتر که ما در زمان شوروی جهاد میکردیم و ظلم شریعی را بر مردم ما و بر خانه های ما و بر دهات ما درست نمیدانستیم، بمباری امریکا را هم بر خانه های مردم افغانستان درست بدانیم. مجاهد نمیتونه که یک بمباری را درست بگوه دیگه بمباری را تایید کنه. مجاهدت برای ملت افغانستان باید باشه، نه به خیر یک کشور خارجی یا او کشور خارجی. مجاهدت بر اتحاد و اتفاق افغانستان باشه. چند روز پیش حاجی آمده بود در ننگرهار، در اچین. بمباری امریکا در خانه شد کسایی که به استقبال و به خیر مقدمش آمده بودن. 18 نفر شهید شدن. گوشتای کلشان را در یک بخچه جمع کرد و عکساش برآمده بیرون، شما دیدین. لحاظا هموطنان عزیز، امروز ما میبینیم که کشور ما مورد دسایس شدید خارجی بر تفرقه افغانی است. مطالب برادر خطاب کردم، بسیاریتان خفه شدید. بسیاریتان گفتین چرا برادر خطاب میکنید؟ دیروز ما خوشبختانه باز هم حزب اسلامی را برادر خطاب کردیم و پس آوردیم به میان خود. فردا طالب هم جز از خاک به خاک می و صاحب صلح میشیم در خاک خود. لحاظا برای صلح و امنیت کار کنیم، برای برادری کار کنیم. میایم به حاضیای افغانستان در مقابل انگلیس جنگید. وزیر اکبر خان، میر مزیری خان، میر بچه خان، شاه محمد خان بابکر خیل، اینا بزرگای جهاد بودن. برادرها، به این ترتیب امان الله خان غازی به مقابل انگلیس جنگید و استقلال افغانستان حاصل کرد. نباید که بزرگای تاریخی وطن خود ما در این محفل به عزت بسازیم. استقلال افغانستان حاصل کرد غازی امان الله خان. اسمش غازی امان الله خان است به خاطر که استقلال افغانستان حاصل کرد. تمام مجاهدین ما را، تمام غازی های ما را، همه ما را به احترام باید بکنیم. نکنیم تفرقه افغانی در خاک ما، نکنیم بین خود افتیدن و بین خود زنن. امروز این مجاهد ما، شهید ما استاد ربانی شهید و اون مجاهد ما احمد شاه مسعود شهید، براتون قصهش یک لحظه بعد میگم، اجازه بدید. گوش بگیرین داستانه. بسیار عالی، مرداباد.
گوش بگیرید، گوش بگیرید داستانه. استاد شهید ما روزی که ما برش عرض کردم که استاد گرامی شما به تمام معنا از لحاظ حیثیت ملی و وجاهت جهادی و عزت و علمیتتان باید رئیس شورای صلح شوین. گفتن که ما میپذیرم. در این را شهادت خود قبول دارم، کشتن خود قبول دارم و حتی به بیعزتی حاضر هستم که بیعزت شوم ولی صلح بیاید در کشورم. اینجا هم در می تالار زمانی که اونا باعث رئیس تعیین بشدن استاد گرامی ما گفت که من شهادت هم قبول دارم و حتی بر صلح افغانستان بیعزتی را هم قبول دارم. ما هم پیرو استاد گرامی استم، شاگردش هستم، مرا در جهاد تربیت کرده، حاضر هستم بیعزت شوم برای صلح افغانستان، حاضر هستم بیعزت شوم برای صلح افغانستان و حاضر هستم برای صلح افغانستان و برای وحدت ملی افغانستان اینجا بیعزت شوم. استاد گرامی خوشبختانه که شهید صلح از بین ما رفتند. قهرمان ملی ما، برادرای عزیز، قهرمان ملی ما دکتر صاحب عبدالله حاضر بودن. ما اونا تنها به تنها ششتیم. زمانی که با مقابل طالبان استاد شدم اونجا هم سر ما اتهام شد، قسمی که امروز یک برادر ما کرد، بعضی ها در اونجا سر ما اتهام کردن که وقتی با مقابل طالب استاد شدم گفتن کرزی به شورای نظار و به جمعیت فروخته، گفتن که کرزی از استاد ربانی پیسه گرفته. ما گفتم بسیار خوشحال هستم که سر ما اتهام پیسه گرفتن از استاد ربانی خوب است که نگفته که از آیسای گرفته یا سیایی گرفته. او شرم می بود، او شرم می بود. پس عزیزایم، برادرای گل، جوانای عزیز، بیاین به هوش بیاییم، این خاک عزیز خدا از خود بدانیم و نگذاریم فتنه های بیرونی را که بین ما تفرقه برده. شهادت استاد از یک طرف درد کل ملت افغانستان است، از طرف دیگه افتخار صلح ماست و به همه ایتان این شهادت هم تسلیت میگم، هم امیدوار که از این را به همین ترتیب پیش بریم. جور باشین، بخیر باشین، بخیر باشین، خدا حافظتان، کامیاب باشین و تیار باشین. و همون برادر که صدا کرد کجاست؟ تو باش تو باش تو امو برادر که صلاح کرد که مرگ بر کرزی کجاست؟ بیا که یک جوبستانی کنیم. کجاستی؟ بیارش اون کجاست؟ شسته همینجا هست یا نیست؟ بیا خدا بیارد، 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 بیا 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 بیا. اونمو یک نفره بیاد، اونمو یک نفره دیگه کسبشون بالا نشه. اتحاد اتفاق افغانستان است. خارجی ها بدانن که ما را به تفرقه انداختن نمیتونن. این با هم یک هستیم. مرد جور باشی بخیر.